تکنیکلی اینجوری میتونم بگم این که خب بچه های این دانشگاه تهران بالاخره یه کنکوری رو گذروندن و در یک سطح خیلی بالایی قرار دارن، در سطح حالا دانشجوهای دنیا هم بخوای نگاه بکنی. بنابراین اون سرویسی که به این بچه ها داره داده میشه باید در سطح خودشون باشه. یعنی اینکه من نمیتونم، یعنی وظیفه من اینه که اون چیزی رو به بچه ها بدم که بچه ها دیزرو میکنن. خب و وقتی که میبینم مثلا دانشگاه MIT یا دانشگاه برکلی یا دانشگاه خوب آمریکا در یه سطحی با بچه ها دارن کار میکنن، بچه های ما خیلی جاها میتونم بگم از اونا خیلی جلوترن یا حداقل در سطح اونا هستن. بنابراین طبق وظیفه‌ای که دارم باید همون سرویسی رو که دانشگاه برکلی یا دانشگاه MIT به دانشجوش میده من بدم. اوکی، این چیزیه که واقعا اعتقاد دارم. و یه سری کارهای دیگه، حالا میگم این از نظر تکنیکالشه، یه سری چیزهای دیگه هم هست که اینجا مهمه و اینه که یه مقدار من سعی میکنم فرهنگ سازی هم تو این درس انجام بدم. یعنی این که میخوام که دانشجو بفهمه که بهش احترام گذاشته میشه. میخوام که دانشجو، این یه طرف قضیه، دانشجو بفهمه که چه انتظاری از دانشگاه باید داشته باشه، دانشگاه چه چیزی باید بهش بده، دانشجو باید بفهمه که چه وظایفی داره. اینی که شب ساعت 12 باید هومورکش رو بذاره توی باکس، این وظیفه است. این در حقیقت اون انتظام، دیسیپلینیه که من سعی میکنم تو این درس جا بندازم. بنابراین چند جهت داره. مثلا فرض کن وقتی من میام کورس آوتلاین، کورس دیسکریپشن، دی بای دی لکچرها رو بهتون میگم، هومورک ها رو بهتون میگم، مقدارش برای اون پروسه یادگیریتون هست، ولی مقدار دیگه ایش هم هست که انتظارهای شما رو از دانشگاه بهتون بفهمونم، حقتون رو بهتون بفهمونم چیه. بفهمید که دانشجو حقش اینه که وقتی سر کلاس میاد، استادش سر کلاس بیاد، سر ساعت هم بیاد. استاد وقتی میاد سر کلاس باید روز اول کورس دیسکریپشن رو به دست دانشجو بده. استاد باید پریپر باشه برای حرفی که داره میزنه. یه مقدار سعیم برای اینه که این کار کرده باشم.